علی پشت محوطه جریمه، فرصت برای احمد مومنزاده توی دروازه گل برای فولاد خوزستان. احمد مومنزاده بی زیبایی، پاس عالی، در یک ضد حمله جا برای کار هست. میثم سلیمانی، فرصت برای فولاد خوزستان و توی دروازه گل دوم فولاد خوزستان توسط میثم سلیمانی، بازیکن جوان و تند و تیزه، کت میکنه پا به توپ، نگه میداره تا بازیکنان فولاد از راه برسن. حالا فرصت برای لفته حمیدی، میره که دروازه باز بشه و توی دروازه گل برای فولاد خوزستان. چه گل زیبایی زد لفته حمیدی، بازیکنی که خدمتون عرض کردم هرگاه به میدان اومد. توت لفته حمیدی در دقیقه 37 بازی در نیمه دوم. ایمان مبعلی و ضربه ایمدی به درون دروازه پگاه